کاکا جان سلام. و علیکم السلام. خوبی کاکا؟ شکر الحمدلله. بخیر هستی کاکا؟ الحمدلله. سلامت باشی کاکا جان. چی کار منی؟ ما غلام سخینم دارم. خب از این قریه ابوالولی صاحبم. یعنی همینجا کشاورزی میکنم. خب بسیار خوب. کشاورزی در افغانستان خوبه یا؟ والا خوبه، همینجا اگه آب باشه برای کشاورزی خیلی خوبه. ان شاء الله. امسال که بارندگی کرد نه در افغانستان. خدا فعلا او هم هست. یعنی کوتاه میدیم من برده اصلا مشغولم کشاورزی. خب بسیار خوب بسیار خوب ماشاءالله با کاکا. کاکا جان امروز که مثلا از تاریخ حدودا یک 15-16 حمله درسته؟ بله. نه این گندما کی مثلا دراو میشه در چی فصلی؟ گندما دیگه فعلا کال علفه. آره. تا با بود سورا به خوشه میره، از سورا جوزا سرطان به درو میاد. آها. این که مثلا یعنی گندما که ما سالم بعضی از جا این مال خوشک ده قبول داره؟ ولی همون خوشه از همین رسیده میره که تا بود سورا خوب پخته شده. آها صحیح است. ای ماشاءالله که سال کدم مدعی نظر میرسم که حال خوشک ده شاید یک 20 روز بعد دیگه در دراو بره بخی. درو نمیاد. و همینطور پخته کردن میره که تا خوشه از اون دیگه هم همسر شه و بعد به درو میاد. صحیح است. یعنی ماشاءالله بعد از سال نو دیگه این 15-16 روز تیر شده دیگه گندم خوشک ده دیگه عجب. دیگه همین که از تنون قدیم گفته که سورا بی سر یک جوزا بی درو. ماشاءالله ماشاءالله. نه حرفت واقعا بجای کاکا جان. خود دیگه انشالله که به کاربار تو امیت موفق باشی، امی کاربار تو امیت پربرکت باشه. خب زنده باشین شما. دیگه موفق دیشی باشه. انشالله که دیگه امیت امسال یک سال خوب داشته شی، امی گندما رو در فصلش مفهمی که دراو کنی، امی برکت چند برابر باشه. انشالله برکت به قوت شما و غیرت شما. سلامت باشی، دست شما درد نکنه. خب ما آمدیم همینجا بخی کاکا جان. امی حرفای کاکا هم شما شنیدید دیگه برادر. دمی فصلی یعنی اول سال، در فصل اول سال کلا گندما رفته روی خوشه ده اینجا، کلا سرسبز، آب هوایش خیلی سالمه. خدمت با سعادت شما عرض کنم که از آب هوایش گذشته ایم که اینجا دیگه هوایش خوبه که به خاطر که در فصل حمل نه این مال چند حمل دیگه 15-16 حمل ماشاءالله کلا نمی زمین سرسبزه که چی و رو زمین هم دیگه گندم رفته روی خوشه. آب هوایش خیلی سالمه. دوستان عزیز موفق و معید باشید تا دیدار بعد.